شرط اول قربانی مسلمان بودن است که الحمدلله کل ما مسلمان هستیم. یک بار با آواز بلند بگین الحمدلله. این کلان نعمت است که الله نصیب ما و شما گردانیده. شرط دوم مقیم باش. مسافر سرش قربانی نیست. بله اگر مسافر تماس گرفت در خانهش، کسی را وکیل کرد که فلانی گوسفند رفته بخر به این اندازه قیمت، قربانی از طرف ما بکن، قربانی صحیح است. ولی حاجی که در حج می رود سرش قربانی نیست، سرش قربانی نیست. شرط دوم در قربانی هم است که مسافر نباشه. بله اگر مسافر تماس گرفت کسی را وکیل کرد قربانیش می شود. اگر کسی روز دوم از سفر در خانهش آمد، روز اول نبود، قربانی باید بکنه یا نکنه؟ قربانی چی کنه؟ باید بکند. قربانی باید بکنه. یک چیز من فراموش کردم، در باب تعریف گفتم ذبح حیوان مخصوص سنن و نوعا، در زمان مخصوص. زمانش چی وقت است؟ از وقت طلوع فجر روز عید شروع میشه. وقت قربانی وقت نیست، باز بعد از نماز است. دوستان شرکت داروهای گیاهی داروهای ارگینال تورانی تازه را به شما توصیه میدیم. اکمنی پاستا برای پرستادید و مردانگی را به قوت کردن. سامیوان برای بزبالش ویسکری ای 12 تا 15 کیلو را ویس میدن. مینوکسیل برای موی سرورش را حفظ کردن و برآوردن. پیگمنتو برای کسل پوست و بیماری پیس. کریم فرنگ برای مهلت کم خوبی را طولانی کردن ای 20 تا 45 دقیقه. فاتزور برای خراب شوی ای 8 تا 12 کیلو را خراب میکنه. و همچنین داروهای کرم برای کودک و آدمای کلان. میتونین با باوری از شرکت داروهای گیاهی داروهای خودتان را زکس کنید. دستافکه به تمام شهرهای آسیا هست و همچنین اگر مسکو باشه به تمام مترو دستافکش به پول. مرحمت. بعد از نماز عید اگر داخل شهر کس قربانی خود وقت نماز یا بعد از نماز تا هنوز یک جا نماز عید قربان خوانده نشده، در یک جا خوانده نشده، اگر کسی حیوان خود را ذبح میکنه ولو 100 تا ذبح بکنه قربانیش نشده. بعد از نماز شرط نیست که در مسجد ما خوانده میشه یا در روضه خوانده میشه، فقط در کل شهر یک جا نماز عید باید خوانده شده باشه. یک جا نماز عید خوانده شد در هر گوشه و کنار اینمی شهر که قربانی شب قربانیش میشه. بعد از نماز یک نماز عید در داخل همون شهر خوانده شده باشه، پیش از نماز عید نمیشه. این امتداد پیدا میکنه تا روز سوم که روز 12 میشه، تا وقت غروب آفتاب. تا روز سوم هر کسی از سفر آمد، کسی فقیر بود روز دوم 1 لک روپا پیدا کرد، قربانی سرش واجب هست، یک قربانی باید بخره. روز سوم پولدار شد، قربانی سرش واجب است تا وقت غروب آفتاب. بله بعد از اینکه غروب آفتاب شد روز سوم دیگر قربانی از گردن نفر ساقط میشه. کسی قربانی داشت، مصروف چیزی شد، مصروف شد در مریضی، در یک مشکل دیگر، تا 3 روز حیوان خود را ذبح نکرد، روز سوم تمام شد، روز چهارم اگر ذبح کنه قربانیش میشه یا نمیشه؟ خیلی حیوان چی کار بکنه؟ این که حیوان زنده صدقه بکنه. ما از این چی را میگیریم؟ یک خواهر 2 روز قبل به ما یک مسئله پرسان کرد، گفت جناب مولانا صاحب من خو یک مقدار پول دارم، ولی شوهرم برای من میگه که حال تو جوان هستی، تو زن هستی، ما قربانی میکنیم میشه دیگه. تو زن هستی باز جوان هستی، یک وقت قربانی میکنی. یک نکته برات بگویم، اگر عزیزم 10 سال از عمرت بعد از جوانی تو سپری شده، تو 10 سال پیش 35,000 افغانی پول داشتی، 10 سال سپری شده، 10 تا گوسفند سر تو واجب است. اگر نکنی در محکمه الله در روز قیامت این انسان حاضر کرده میشه، الله از این 10 واجب از او پرسیده میپرسد. کسی که نماز وتر نخونه، وتر که واجب است، اگر 10 سال نه 50 سال از سرش تیر شود وتر نخونه، میشه توبهش قبول؟ نه، او باید وتر خود را بخونه. وتر قضا داره، اگر 50 سال هم بگذره باید وتر خود را بخونه. پس بنان کسی 50 سال قربانی نکرد، در 50 سال توانایی قربانی کردن را داشت نکرد، اونو 50 سال قربانیش به سرش واجب است. چه رقمی قربانی کنه؟ اول یک مسلمان توبه میکنه، فقط 50 دانه گوسفند در راه خدا صدقه بکنه، این راه حلش است. بنان زمان مخصوص، کسی در روز عید قربان شب عرفه فقیر شد، قربانی سرش نیست.
به خاطر شرط چی هست؟ یک شرطش همی بود که باید مسلمان باشه، شرط دومش همی است که باید مسافر نباشه، شرط سومش همی است که باید غنی باشه. غنی، اینا غنی را دیروز هفته گذشتم یک مقدار براتون توضیح دادم. غنی کسی را میگه که چی اندازه پول داشته باشه؟ 35,000 افغانی پول داشته باشه. در امی نرخ در بین زرگرها تفاوت وجود داره ها. اصلا نصاب در شریعت طلا و نقره است. طلا 20 مسقال، نقره 200 درهم. بازینیمی 200 درهم فعلا 612 گرم میشه. 612 گرم اینا در بازار 50 میشه، 60 میشه، 70 میشه، تغییرات 25 میآید. اما امی 35 یک بای ثابت است، یک 1500 که فرق میکنه، اشکالی نداره. کسی که 35,000 افغانی پول نقد داره قربانی بر بالایش واجب هست. اگر 35,000 افغانی پول نقد داره، این مرد است یا زن؟ مرد است یا زن فرق نمیکنه. عالم است یا عوام فرق نمیکنه. پیر است یا مرید فرق نمیکنه. ولی به این معنا نیست که ملا باید زکات نده. اگر ملا 35,000 افغانی پول نقد داره زکات نمیپردازی، این ملا خائن است. اگر قاری 35,000 افغانی داره زکات نمیپردازه، اما قاری هم خائن است. پس بنابراین وقت حکم شریعت آمد، ملا و غیر ملا نمیشناسه. سر پاچام تطبیق میشه، سر رعیت هم، سر ملا هم، سر غیر ملا هم. بنابراین عزیزان من، 35,000 افغانی هر کی داره قربانی سرش واجب. اگر 35,000 افغانی پول نقد نداره، حالا بسیار خانه هاست که 35,000 افغانی پول نقد ندارن ولی معادلش دارن. یک کس خیلی جنس دکان داره ولی 35,000 پول نقد نداره، قرض میکنه، قربانی میکنه، صاحب نصاب است، قرض بکنه نکنه؟ بله قرض بکنه. 35,000 افغانی به بالا پول داره ولی در وقت عید و قربان پول لجیبش نیست، چی کار کنه؟ قرض بکنه. صاحب نصاب است، پولش یک جای بند است، قرض کرده قربانی بکنه چون واجب است بر بالایش. و اگر می 35,000 افغانی پول نقد نداره، اشیای اضافی در خانه داره که دیروز براتون گفتم، ده هفته پیش گفتم براتون، از لباس چهارم او طرف به بالا شمار میشه، قالین خانه سومش او طرف شمار میشه، ظرفی که در خانه داره برای زینت گذاشته شمار میشه، تلویزیونی که در خانه داره شمار میشه. اگر کل از این معادل 35,000 افغانی شد، عزیزان من، قربانی واجب است، واجب. چرا مری قدر زیاد جدی گرفتم؟ برای ای که دین ما جدی گرفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، حدیث 3123 ابن ماجه است، حدیث هم حسن است. رسول خدا فرمود من کان له سعه، کسی که توانایی قربانی کردن داره ولم یضحی، قربانی نمیکنه، فلا یقربن مصلانا، در روز عید و قربان در مصلا و عیدگاه ما نیاید که نماز دیگران را خراب نکنه. این چقدر خطرناک است. روز عید روز توزیع جوایز از جانب حضرت حق سبحانه و تعالی، روز بخشش، روزی که الله همه بندگان را در آغوش رحمت خود میکشه. اگر یک بنده بیاید در حالی که توانایی داره قربانی نکرده، این هم امید بکنه که خدا مرا در آغوش رحمت خود میکشه. کسی که نافرمانی الله را بکنه، پس چگونه توقع میکنه که خدا مرا میبخشه؟ شهر ابن حویشب گفت اگر کسی گناه میکنه و گناه هست ولی میگه چرا گناه میکنی؟ میگه خدا غفور و رحیم است. خدا غفور و رحیم است، شک وجود نداره که خدا هم غفور است هم رحیم است. اگر کسی گناه میکنه و برش گفته میشه چرا گناه میکنی؟ میگه خدا غفور و رحیم است. شهر ابن حویشب میگه اینمی گناه ازی بزرگتر از گناه خودش است. امی که ای گناه میکنه میگه خدا غفور و رحیم است مرا میبخشه، اینمی گناهش بزرگتر از او گناهی است که انجام میده. چرا؟ خدا کی را میبخشه؟ و اینی لغفار لمن تاب، خدا کس را میبخشه که چی کنه؟ توبه بکنه. توبه، کسی گناه میکنه خدا غفور و رحیم است. معنا نداره عزیز من، خدا غفور و رحیم است، برای خدا غفور و رحیم است، کس را میبخشه که توبه بکنه. خدا غفور و رحیم است، کس را میبخشه که نماز بخونه، توبه بکنه، پشیمان شوه، الله او را میبخشه. به نیت مخصوص گفتیم در تعریف، به نیت مخصوص گفتیم اگر کسی حیوان قربانی میکنه شریک میشه در یک گاو 7 نفر، یک نفر از این 7 نفر نیتش گوشت است. چرا گوسفند قربانی نکردی؟ به خاطری که گوسفند خیلی روغنش زیاد است، گوشت کم داره، ما در گاو شریک شدم که گوشت زیاد داره، به خاطر همین قربانی میکنم. از 7 نفر قربانیش نشده. عزیز من،
الله در اون آیه‌ای که در ابتدا براتون خواندم، آیه 36 از سوره حج است. الله چه میفرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم. لن ینال الله، هرگز به خدا نمیرسد گوشت های قربانی و خون های قربانی. هرگز به خدا نمیرسد گوشت های قربانی و خون های قربانی. چرا گوشت قربانی رو کی میخوره؟ خدا میخوره یا ما تو میخوریم؟ ما خودت میخوریم. الله که مثل بشر نیست، الله که از خوردن و نوشیدن منزه است. پس لن ینال الله، هرگز به خدا نمیرسد گوشت های قربانی و خون های قربانی. به خدا خیلی چی میرسه؟ ولکن یناله تقوا، به خدا میرسد تقوا و نیت کامل و صاف شما. تکبیر!